السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخست جا دارد که به خاطر تدویر این سمینار پرشکوه تحت عنوان مزایای بی‌طرفی افغانستان از طرف اکادمی علوم تدویر گردیده است، از جناب شیخ صاحب فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم و از هیئت رهبری اکادمی علوم و از همه اندرکاران این سمینار از صمیم قلب تشکری نمایم. واقعاً ضرورت است که از طرف اکادمی علوم درباره همچنین موضوعات مختلف و مهم وقتاً فوقتاً سمینارهای تدویر گردد تا محققین ما و حتی محققین از کشورهای همسایه و بیرون نیز دعوت شوند، درباره موضوعات مهم و مختلف اظهار نظر بکنند، تحقیقات صورت بگیرد. در نتیجه تحقیقات ما راه‌های مثمر و مفید را پیش رو بگیریم. برای همه شما معلوم است که موضوع بی‌طرفی افغانستان به حیث یک مکانیزم برای تثبیت صلح و امنیت پایدار در کشور عزیز ما و همچنان جلوگیری از رشد پتانسیال منازعات در قبال همسایگان و بازیگران منطقوی یک امر مهم خواهد بود. اگر ما به تاریخ افغانستان نظر کنیم، در 3 اکتبر 1914 افغانستان بی‌طرفی خود را در جنگ جهانی اول اعلام نمود و همچنان در آغاز جنگ جهانی دوم هم افغانستان بی‌طرفی خود را اعلان نمود. با پایان جنگ جهانی دوم پیروزی افغانستان در جنگ 3 افغان انگلیس و اعلام استقلال افغانستان در 1919 میلادی سیاست بی‌طرفی را کاملا رعایت نمود و افغانستان در ماه اپریل 1955 به حیث عضو مؤسس سازمان عدم تعهد شد. متاسفانه با آمدن شوروی در 1978 و تا 1979 و با واسطه قرارداد با آنها مسئله بی‌طرفی برهم خورد. البته در حدود 20 سال گذشته کشورهای اشغالگر فقط ناتو و همکاران آنها در کشور عزیز ما موجود بودند. با بهانه‌های مختلف و در طی این سالها افغانستان سخت متضرر شد. همه زیربناها تخریب شد. همه پل‌هایی که از بیرون تحت عنوان آبادی افغانستان آمده بود و همچنان امکانات داخلی افغانستان به جیب چند فرد رفت و به یغما برده شد. حتی در وقت فرار معاش معلمین، معاشات استادان و معاشات بعض
تضمینات و تأمینات بعض شرکت هایی که در داخل کشور کار کرده بودند همه را به کشورهای مختلف انتقال دادند و با خود در اونجا تعمیر و سرمایه ساختند. الحمدلله بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان در همه کشور امنیت تأمین شد، فساد اداری ختم شد، کشت، تجارت، قاچاق و استعمال مواد مخدر به طور کلی ممنوع شد. حتی در طی امسال کسایی که در محوطه خانه خود تریاک کشت کرده بودند او را هم الحمدلله مجاهدین از بین بردند. بنابر احصایه های مختلف در نتیجه اشغال بعضی ها میگن 3 میلیون، بعضی ها میگن 5 میلیون جوانان این وطن، استادان، انجینیر صاحبان و طبقه روشن این وطن به اعتیاد مبتلا شدند، معتاد بودند. تخمینا در حدود 1 میلیون خواهران، اطفال و طبقه اوناس نیز معتاد شده بودند. همه هموطنان ما شاهد آن بودند که سرک ها، پارک ها و جاهای عامه به حالت بسیار ابتر افتیده بودند. همه الحمدلله از طرف امارت اسلامی افغانستان جمع‌آوری و تداوی از اینها به شکل بسیار قابل توجه صورت گرفت و الان هم ادامه دارد. تداوی 3 میلیون یا 5 میلیون در 1 سال 2 سال هیچ امکان ندارد. البته در قدم اول اینها در ولایات مختلف در مرکز جمع‌آوری شدند. برای از اینها غذا، لباس و چیزهای ضروری برای از اینها مهیا شد و هنوزم الحمدلله به شکل مداوم تداوی از اینها جریان دارد و برای از اینها از طرف وزارت کار و امور اجتماعی و از طرف ریاست تعلیمات تکنیکی و مسلکی با معاونت دیگر ادارات و وزارتخانه ها کار و کسب هم یاد داده می شود تا اینکه در آینده اینها به اعتیاد رجوع نکنند. و سوالگرها از شهر جمع‌آوری شدند، کسانی که واقعا فقیر بودند برای از اونها کفالت تعیین شد و کسایی که حرفوی بودند بایومتریک شدند، برای از اونها گفته شد که دیگری کار انجام ندهند. الحمدلله پروژه های انکشافی مثل کانال قوشتپه و سالنگ، شهرهای کابل، قندهار و همچنان ساختن یک چکدم در هر ولسوالی که تخمینا مبلغ مجموعی از حدود 2 میلیارد افغانی را احتوا می کند. با وزارت زراعت انکشاف دهات، آب و برق وظیفه داده شده است که تا آخر امسال باید اونها خامخا در هر ولسوالی یک چکدم باید احیا بکنند تا اینکه ذخیره آب در اونجا صورت بگیرد. ما از مشکلات بی‌آبی تا یک اندازه مشکلات ما و شما حل شود و امثال از اینها پروژه های انکشافی مختلف در ولایات مختلف کشور، در مناطق مختلف کشور الحمدلله صورت گرفت. امارت اسلامی افغانستان می‌خواهد افغانستان به حیث یک کشور مستقل و بی‌طرف برای همیشه باقی بماند و عضو هیچ یکی از اردوگاه‌ها و ائتلاف‌های نظامی نشود. ما دیگر کشورها اگر مطالعه کرده باشند، ما الحمدلله عملا تجربه داریم. افغانستان هر وقت عضو یک اردوگاه نظامی قرار گرفته است، از طرف دیگرها مورد تاخت و تاز قرار گرفته است.
هیچ فایده به افغانستان نداره. افغانستان باید برای همیشه بی‌طرفی خود را حفظ کند. امارات اسلامی افغانستان با همه همسایه ها روابط خوب و حسنه می خواهد و به امورات داخلی آنها هیچ گونه مداخله نمی کند و همچنان با همه کشورهای منطقه و فرامنطقه بر اساس احترام و تعامل متقابل روابط نیک و حسنه می خواهیم و از آنها هم می خواهیم که به امورات داخلی ما مداخله نکنند. ما هیچگاه آبادی خود را در تخریب همسایه ها نمی خواهیم. ما می خواهیم که ما هم آباد باشیم، آنها هم آباد باشند و از همسایه های خود هم تقاضای ما همی است. اونها هم باید وسعت نظر داشته باشند. آبادی خود را در تخریب ما نخواهند باید. همه ما آباد باشیم. آبادی ما به اونها هیچ تاوان نمی رساند. افغانستان بس است دیگر همه افغان ها به حیث یک برادر در کشور عزیز خود زندگی داشته باشند. حقوق همه آنها در چوکات شریعت اسلامی محفوظ است. حتی وطندارهای اهل هنود ما که در اینجا هستند یا سیک هایی که در اینجا زندگی میکنند، حقوق آنها کلاً در اینجا محفوظ است. اسلام برای از اونها بسیار حقوق زیاد داده است. حتی دماؤهم که دماء اینا گفته شده است و فامیل از اونها، آبرو و حیثیت از اونها، ملکیت و پراپرتی از اینها کلاً در چوکات شریعت اسلامی محفوظ است. معابد از اینها آزاد هستند، می روند در عبادتگاه خود عبادت خود انجام می دهند و همه افغانستان سرزمین و وطن همه افغان هاست. همه افغان ها در وطن خود، در خانه خود محترم هستند. افغانایی که هم در بیرون رفتن بر اساس بعض تشویش ها، پیام امارت اسلامی افغانستان با آنهایی است که برگردند در وطن خود. احترامی که شما در وطن خود دارین به هیچ یکی از کشورهای دیگر ندارید. بیاین در وطن عزیز خود برادروار با دیگر برادران خود به اینجا زندگی داشته باشین. مال و ثروت و جایدادی که دارین در اینجا به هر طریقی که پیدا کردین از خودتان است. خداوند به خودتان عطا کند. بیاین در وطن خود محترم معزز زندگی بکنین و انشاءالله افغانستان برای همیشه به حیث یک کشور مستقل، به حیث یک کشور بی‌طرف و به حیث یک کشوری که با همه همسایه های خود احترام دارد در آینده هم باقی خواهد ماند. از توجهتان تشکر و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.